از وقتی من روی یه دونه بلاک گیر افتادم یه پارت براتون ویدیو از این یه بلاک گذاشتم. امروز اومدم که پارت دومش رو بعد از چندین ماه بذارم و خلاصه توی اون یه پارت فقط به استون ایج رسیدیم، یعنی پارت 3 استونه و کار خاص دیگه این نکردیم و همین دیگه. امروز یا فکر کنم دارم میافتم ولی نیافتم. امروز اومدم که فقط اون پارت رو ادامه بدیم، ببینیم روی این بلاک میتونیم یه جورایی سروایو کنیم یا نه. قبل همه چی لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه، بزنید لایک و سابسکرایب، عشق منید. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب برامچ من خودم هم حقیقت چیزای زیادی یادم نمیاد، فقط یادم تو استونیج رسیدیم انقدر لاگ یعنی لاگ دیگه اوک پلنک داریم، لاگ یه چیز دیگه باشه و 2 تا تریدر گرفتیم. عزیزمون ترید سایکل رو نمیزنیم چون خراب میشه و همین دیگه. الان به استون رسیدیم، بریم که چیزای استون بکنیم. یعنی خب یه دونه اینو بده به من، ماسفلاک چشو عوض کن، بیا بیرون عزیزم. اولی استونمون رو ماین کنیم. بله گرفتیم تراپیشم، خوبه. This is so good. ما دوباره کندم ادامه میدیم. لاگ 3 تا چیز بگیریم. خوبه لاگز بیبی. خب دوستان من برم بکنم و چیزایی که جمع میکنم تا آخر این چپتر و استپ و بعد بهتون میگم بعدش چیکار میکنم. برو بریم. خب بچه ها ما رفتیم استپ 4. بعد از این همه مدت رفتیم استپ 4 و برید گم شیدون و این تمام مدت گیر ما بودم. برید I don't know. ما این دوتا رو میندازیم برن و دیگه کاری به این نداریم. یکم اینجا رو میخوایم گشاد کنیم. برو بریم واسه گشاد کاری. البته قبل اینکه یه دونه این دوتا اینه یه دونه از این پیککس و یه دونه عکس بینامونشون
که این ویدیو رو تماشا کردید. نوکرتونم لایک و سابسکرایب کنید. عشقای منید. تا ویدیوهای بعدی خدا یار نگهدار شما باشه.